با برنامه ما خوش آمدید. لطفاً نخست بگویید که وضع همکاری‌های میان تاجیکستان و هندوستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ Assalamu alaikum. I think India and Tajikistan are one of the closest partners. تاجیکستان و هندوستان با عنوان کشورهای شریک استراتژی از قدیم رابطه‌های قوی داشتند. حالا نیز سطح همکاری‌های ما خوبند، اما بر این نظرم که باید در بخش اقتصاد و تجارت اقدام‌های جدی‌تری روی دست گرفته شود. و جناب سفیر، امروز در این نشست هم حتی گفته شد که برای رشد تجارت میان دو کشور راه‌های مستقیم باید بنیاد کرد، ولی اینجا موضوع پاکستان و افغانستان مطرح است. شما راه حل این مشکل چگونه می‌بینید؟ For Tajikistan it is very important جستجوی راه و بندرهای بحری برای تاجیکستان موضوع مهم دانسته می شود. راه نزدیکترین از قلمرو افغانستان می گذرد. ما با حکومت هندوستان علیه مراجعت کردیم که با سازشنامه امضا شونده میان افغانستان و پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی در زمینه راههای ارتباطی بپیوندد. اما باز یک راه دیگر توسط بندر چابهار در ایران وجود دارد. ما جانبدار همه راههای هستیم که تاجیکستان تواند توسط آنها با بندرهای بحری دست یابد. and to promote trade between our countries. لطفاً میگفتید که روزهای نزدیک باید در دوشنبه دیدار پرزیدنت‌های تاجیکستان، افغانستان و پاکستان برگزار شود. آیا شما فکر میکنید این نشست میتواند در حل این مشکل کمک کند؟ Of course, as I told that India is for regional connectivity. همانگونه که گفتم، هندوستان جانبدار توسعه راه‌های ارتباطی منطقه‌ای میباشد. به این خاطر ما می‌خواهیم با سازشنامه ارتباط زمینی میان افغانستان و پاکستان شامل شویم و انتظاریم که کشورهای آسیای مرکزی نیز به این قرارداد بپیوندند. در این صورت تجارت میان همه این کشورها میتواند تقویت یابد. به این دلیل مطمئنیم که هر گونه دیدار در سطح بلند میان کشورها در حل کلیه مشکلات منطقه مساعدت خواهد کرد. And all countries in between two Central Asian countries. جناب سفیر، قبل از آن که هندوستان و پاکستان با عضویت سازمان همکاری شانگهای قبول کرده شد، هر دو کشور وعده دادند که اختلاف‌های بین خود را حل می‌کنند. و آیا هندوستان در این مسئله تا کجا پیش رفت؟ The problem between India and Pakistan are bilateral problem. اختلافات میان هندوستان و پاکستان مسائل داخلی میان این دو کشور است. ما علاقه در این زمینه با پاکستان یک سازشنامه نیز امضا کرده ایم و من بعد همه این مشکلات در جریان مذاکرات حل خواهد شد. Based on the bilateral agreements already existing. جناب سفیر، ما می‌دانیم که هندوستان در بازسازی فرودگاه نظامی عینی سرمایه گذاری کرده بود و برخی از رسانه‌ها خبر می‌دادند که حتی هندوستان می‌خواهد در تاجیکستان یک پایگاه نظامی بنیاد کند. این البته خبرهای برخی از رسانه‌ها بود. تا کجا این موضوع واقعیت دارد؟ من باری اول چنین گمانها را میشنوم، ولی تاکید میکنم که ما در تاجیکستان هیچ قصدی برای بنیاد پایگاه نظامی نداریم.